ایران سرزمین تاریخ و طبیعت ایران، سرزمینی با هزاران سال تاریخ، فرهنگی غنی و طبیعتی بی‌نظیر. از کوههای سر به فلک کشیده تا کویرهای طلایی، از شهرهای تاریخی تا معماریهای خیره کننده، ایران جاذبه‌هایی دارد که هر مسافری را مجذوب خودش می‌کند. اصفهان، نصف جهان، میدان نقش جهان با مسجد شیخ لطف‌الله، مسجد امام و کاخ عالی قاپو، نمونه بی‌نظیر از هنر و معماری ایرانی است. این میدان که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، یادگاری از دوران صفویه است. تخت جمشید، نماد شکوه و عظمت هخامنشیان، با ستونهای بلند و نقش برجسته‌های تاریخیش، داستانهایی از تمدن باستانی ایران را روایت می‌کند. پاسارگاد، آرامگاه کوروش کبیر، یادآور اولین امپراتوری بزرگ جهان است. دشت لوط، گرمترین نقطه زمین، با مناظر خارق‌العاده، کلوط‌ها و شن‌های روان، یکی از شگفت‌انگیزترین جاذبه‌های طبیعی ایران است. شب‌های کویر، پر از ستاره احساس می‌کنید، می‌توانید دست دراز کنید و ستاره‌ها را لمس کنید. جنگل‌های سرسبز شمال ایران، با رودخانه‌های خروشان و روستاهای زیبا، مقصدی ایدئال برای دوستداران طبیعت است. دریای خزر، با سواحل آرام و چشم‌اندازهای بی‌نظیرش، برای استراحت و تفریح عالی است. بازار تبریز، بزرگترین بازار سرپوشیده جهان، با معماری بی‌نظیر و محصولات متنوع، تجربه خرید و گشت و گذاری فراموش نشدنی را ارائه می‌دهد. شیراز، شهر شعر و ادب، با باغ‌های دل‌انگیز مثل باغ ارم و آرامگاه حافظ و سعدی، روح هر بازدید کننده‌ای را نوازش می‌دهد. ایران نه تنها به خاطر جاذبه‌های تاریخی و طبیعیش، بلکه به خاطر مهمان نوازی و فرهنگ غنی مردمش شناخته شده است. ایران را کشف کنید و زیبایی‌هایش را از نزدیک ببینید. ایران، سرزمینی برای همه فصول و همه سلیقه‌ها. به ایران سفر کنید و خاطراتی فراموش نشدنی بسازید.